فرازنامه. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی. فرهنگ هویت یک ملت، ارزش‌های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت. همه چیز مترتب بر فرهنگ است. فرهنگ حاشیه و ذیل اقتصاد نیست، حاشیه و ذیل سیاست نیست. اقتصاد و سیاست حاشیه و ذیل بر فرهنگ. به این باید توجه کرد. غربی‌ها بر روی ارزش‌های فرهنگی خودشون اصرارشون و مقاومتشون از ما کمتر نیست و بیشتر هم هست. از ما بیشتر. اونا بیشتر از ما متعصبن، بدتر از ما لجاجت میکنن بر سر ارزش‌های فرهنگی خودمون که در واقع ضد ارزش هم هست. ما چرا بر سر فرهنگ خودمون پافشاری نکنیم؟ واقع قضیه اینه که کارزار فرهنگی از کارزار نظامی اگر مهمتر نباشه و اگر خطرناکتر نباشه کمتر نیست. این رو بدانید. واقعا یک میدان کارزار اینجا. میخوان بر روی ذهن ملت ما و بر روی رفتار ملت ما اثرگذاری کنن. جوان، نوجوان، حتی کودک. این بازی‌های اینترنتی از جمله همینه. این اسباب بازی هایی که وارد کشور میشه از جمله همینه که من چقدر سر قضیه اسباب بازی، تولید اسباب بازی داخلی معنیدار و جذاب هرس خوردم با بعضی از مسئولین این کار که این کار رو دنبال بکنن. باید کار کنیم. کار هم باید کار ابتکاری کنیم. البته در این مورد مسئولیت صدا و سیما خیلی سنگینه، مسئولیت وزارت ارشاد خیلی سنگینه. در برخورد با مسائل تهاجمی ما پدیده رو در اول ورودش باید بشناسیم، حتی قبل از ورود. فرض کنید یک چیزی، یک فکری، یک روشی در دنیا داره رایج میشه، پیداست که این خواهد آمد اینجا. خب دنیا دنیای ارتباطات دیگه، دنیای اتصال و ارتباطه، نمیشه حصار کشید. از قبل از اونی که بیاد به فکر باشید که برخورد حکیمانه با این چیه. من خیلی نگران زبان فارسی. من میبینم کار درستی تو این زمینه انجام نمیگیره و تهاجم به زبان زیاده. من از این احساس خطر میکنم و دولت به طور جدی مواجه بشه با این مسئله. حالا مواجهه معناش این نیست که فوراً با یک شیوه تندی مثلا برخورد کنن، شیوه خشنی، اما حکمت آمیز ببینید چیکار میتونید بکنید که جلوی این رو بگیرید. مسئله آخر هم مسئله آسیب‌های اجتماعی و علل فرهنگی اون هست که من اشاره کردم به مسئله طلاق، مسئله مواد مخدر، فسادهای مالی، مسئله جنایت. باید اینو بدونیم ما چه کار داریم میکنیم، یعنی واقعا اینها رو بفهمیم، این آسیب‌ها رو. مسئله جمعیت یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه، مسئله جمعیت. خب در مقابل اینا باید چیکار؟ در مقابل اینا دو چیز لازم، یکی کار، یکی ابتکار.